به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم. آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد و مایه هدایت پرهیزکاران است. پرهیزکاران کسانی هستند که به غیب، آنچه از حس پوشیده و پنهان است، ایمان می آورند و نماز را برپا می دارند و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند. و آنان که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو بر پیامبران پیشین نازل گردیده ایمان می آورند و به رستاخیز یقین دارند. آنان بر طریق هدایت پروردگارشانند و آنان رستگارانند. یکی قرآن گفته شک درش نیست. ممکنه که بگه آقا چرا شک درش نیست؟ بالاخره در طول تاریخ یه عده شک کردن، یه عده شک خواهند کرد. یکی میگه شکی درش نیست، نمیخواد بگه نه شکی بوده نه شکی خواهد بود، میخواد بگه به قدری منطقی است که سزاوار نیست کسی شک درش کند. مثل که در فارسی میگیم بابا این روز روشن، پیداست روز روشنه دیگه. روز روشن، کلمه روشن برای روز غلطه، میگه روز تاریک هم داریم، ولی در فارسی میگیم این روز روشن، کلمه روشن رو میاریم برای روز، چون میخوام بگیم دیگه نباید شما شک کنید، مثل روز روشنه. یا مثلا که میگیم سیاهی زغال، میگه زغال سفید هم داریم، این میخواد بگه دیگه جا شک نیست. اگر هم شک میکنن اینا با سوء ظن وسوسه میکنن خودشونو. گاهی کسی یه عینک سرخ میزنه همه چیز رو سرخ میبینه، یا عینک سبز همه چیز رو سبز میبینه. این گیر تو عینکشه، گیر تو عینکشه. آب فرو میره، اما اگر یه چیزی توپ بود، توپ دربسته رو بنداز تو همه اقیانوس، آب توش نمیره. گیر تو آبه نی، گیر تو توپه، توپ دلش بسته. اگر کسی هدایت نشد، این پیداست که نمیخواد هدایت شه، یعنی کوردلیه.
کسانی که کافر شدند برای آنان تفاوت نمی کند که آنان را از عذاب الهی بترسانی یا نترسانی، ایمان نخواهند آورد. خدا بر دلها و گوشهای آنان مهر نهاده و بر چشمهایشان پرده ای افکنده شده و عذاب بزرگی در انتظار آنهاست. گروهی از مردم کسانی هستند که میگویند به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده ایم، در حالی که ایمان ندارند. میخواهند خدا و مؤمنان را فریب دهند، در حالی که جز خودشان را فریب نمیدهند، اما نمیفهمند. در دلهای آنان یک نوع بیماری است. خداوند بر بیماری آنان افزوده و به خاطر دروغ‌هایی که می‌گفتند عذاب دردناکی در انتظار آنهاست. هنگامی که به آنان گفته شود در زمین فساد نکنید، میگویند ما فقط اصلاح کننده ایم. آگاه باشید اینها همان مفسدانند، ولی نمیفهمند. و هنگامی که به آنان گفته شود همانند سایر مردم ایمان بیاورید، میگویند آیا همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟ بدانید اینها همان ابلهانند، ولی نمیدانند. و هنگامی که افراد با ایمان را ملاقات می کنند میگویند ما ایمان آوردیم، ولی هنگامی که با شیطانهای خود خلوت می کنند میگویند ما با شما ایم، ما فقط آنها را مسخره می کنیم. خداوند آنان را استهزا می کند و آنها را در طغیانشان نگه می دارد تا سرگردان شوند. آنان کسانی هستند که هدایت را به گمراهی فروخته اند و این تجارت آنها سودی نداده و هدایت نیافته اند. آنان منافقان همانند کسی هستند که آتشی افروخته تا در بیابان تاریک راه خود را پیدا کند، ولی هنگامی که آتش اطراف او را روشن ساخت، خداوند طوفانی میفرستد و آن را خاموش میکند و در تاریکی های وحشتناکی که چشم کار نمی کند آنها را رها میسازد. آنها کران، گنگها و کورانند، لذا از راه خطا باز نمیگردند.
یا همچون بارانی از آسمان که در شب تاریک همراه با رعد و برق و صاعقه بر سر رهگذران ببارد، آنها از ترس مرگ انگشتانشان را در گوشهای خود می‌گذارند تا صدای صاعقه را نشنوند. و خداوند به کافران احاطه دارد و در قبضه قدرت او هستند. روشنایی خیره کننده برق نزدیک است چشمانشان را برباید. هر زمان که برق جستن می کند و صفحه بیابان را برای آنها روشن می سازد، چند گامی در پرتو آن راه می روند و چون خاموش می شود توقف می کنند. و اگر خدا بخواهد گوش و چشم آنها را از بین می برد، چرا که خداوند بر هر چیز تواناست. در عرفان عمل مقدمه علمه، در زندگی علم مقدمه عمله. شما فیزیک میخونی که به کره مریخ بری، شیمی میخونی که ترکیبات شیمیایی انجام عمل کنی، ولی در طریقت و در شریعت نماز میخونی عمل میکنی که چیکار کنی؟ که نماز خونده باشی، که معرفت پیدا کنی. در سلوک در طریقت عمل مقدمه معرفته، ولی در زندگی معرفت مقدمه عمله. من فلان علمو میخونم برای اینکه اجرا کنم، مهندس میشم برای اینکه کارخونه رو اداره کنم. اما در عبادت در شریعت عمل میکنی که معرفت پیدا کنی. به همین جهت بسیاری از همه مفسران تقریبا الا مستثنی و همه عرفا این آیه شریفه رو اینطور تفسیر کردن: ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند فرموده. همه مفسرین از ابن عباس تا حالا اکثرا البته مگر استثناء گفتن لیعبدون یعنی لیعرفون. من انسان را آفریدم تا بشناسد. کیو بشناسد؟ مرا که خداوندم. پس لیعبدون یعنی لیعرفون. ای مردم، پروردگار خود را پرستش کنید، آن کس که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید تا پرهیزگار شوید. آن کس که زمین را بستر شما و آسمان را همچون سقفی بالای سر شما قرار داد و از آسمان آبی فرو فرستاد و به وسیله آن میوه ها را پرورش داد تا روزی شما باشد. بنابراین برای خدا همتایانی قرار ندهید، در حالی که میدانید هیچ یک از آنها نه شما را آفریده اند و نه شما را روزی میدهند. اگر درباره آنچه بر بنده خود پیامبر نازل کرده ایم شک و تردید دارید، دست کم یک سوره همانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر خدا برای این کار فرا خوانید اگر راست میگویید. پس اگر چنین نکنید که هرگز نخواهید کرد، از آتشی بترسید که هیزم آن
بدنهای مردم گنهکار و سنگ هاست و برای کافران آماده شده است. به کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند بشارت ده که باغ‌هایی از بهشت برای آنهاست که نهرها از زیر درختانش جاری است. هر زمان که میوه‌ای از آن به آنان داده شود میگویند این همان است که قبلا به ما روزی داده شده بود. و میوه‌هایی که برای آنها آورده می شود همه یکسانند و برای آنان همسرانی پاک و پاکیزه است و جاودانه در آن خواهند بود. خداوند از این که به موجودات ظاهراً کوچکی مانند پشه و حتی کمتر از آن مثال بزند شرم نمی کند. در این میان آنان که ایمان آورده اند می دانند که آن حقیقتی است از طرف پروردگارشان. و اما آنها که راه کفر را پیموده اند میگویند منظور خداوند از این مثل چه بوده است؟ آری، خدا جمع زیادی را با آن گمراه و گروه بسیاری را هدایت می کند، ولی تنها فاسقان را با آن گمراه می سازد. فاسقان کسانی هستند که پیمان خدا را پس از محکم ساختن آن می شکنند و پیوندهایی را که خدا دستور داده برقرار سازند قطع نموده و در روی زمین فساد می کنند. اینها زیانکارانند. چگونه به خداوند کافر می شوید در حالی که شما مردگان و اجسام بیروحی بودید و او شما را زنده کرد، سپس شما را می میراند و بار دیگر شما را زنده می کند.
سپس به سوی او بازگردانده می‌شوی. او خدایی است که همه آنچه را از نعمتها در زمین وجود دارد برای شما آفرید. سپس به آسمان پرداخت و آنها را به صورت 7 آسمان مرتب نمود و او به هر چیز آگاه است. به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت من در روی زمین جانشینی قرار خواهم داد. فرشتگان گفتند پروردگارا، آیا کسی را در آن قرار می دهی که فساد و خونریزی کند؟ زیرا موجودات زمینی دیگر که قبل از این آدم وجود داشتند نیز به فساد و خونریزی آلوده شدند. اگر هدف از آفرینش این انسان عبادت است، ما تسبیح و حمد تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس می کنیم. پروردگار فرمود من حقایقی را میدانم که شما نمیدانید. سپس علم اسما، علم اسرار آفرینش و نامگذاری موجودات را همگی به آدم آموخت. بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود اگر راست میگویید اسامی اینها را به من خبر دهید. فرشتگان عرض کردند منزهی تو، ما چیزی جز آنچه به ما تعلیم داده ای نمیدانیم. تو دانا و حکیمی. فرمود ای آدم، آنان را از اسامی این موجودات آگاه کن. هنگامی که آنان را آگاه کرد، خداوند فرمود آیا به شما نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین را میدانم و نیز میدانم آنچه را شما آشکار میکنید و آنچه را پنهان میداشتید. و یاد کن هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده و خضوع کنید. همگی سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و از کافران شد. و گفتیم ای آدم، تو با همسرت در بهشت سکونت کن و از نعمتهای آن از هر جا می خواهید گوارا بخورید، اما نزدیک این درخت نشوید که از ستمگران خواهید شد. پس شیطان موجب لغزش آنها از بهشت شد و آنان را از آن چه در آن بودند بیرون کرد. و در این هنگام به آنها گفتیم
همگی به زمین فرود آیید، در حالی که بعضی دشمن دیگری خواهید بود و برای شما در زمین تا مدت معینی قرارگاه و وسیله بهره برداری خواهد بود. سپس آدم از پروردگارش کلماتی دریافت داشت و با آنها توبه کرد و خداوند توبه او را پذیرفت، چرا که خداوند توبه پذیر و مهربان است. گفتیم همگی از آن فرود آیید، هرگاه هدایتی از طرف من برای شما آمد، کسانی که از آن پیروی کنند نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین شوند، و کسانی که کافر شدند و آیات ما را دروغ پنداشتند اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود. خدای شکرت واسه اون وقتایی که معلم میخواست درس بپرسه ولی زنگ میخورد، واسه خنکی رخت خواب تازه پنج شده تو تابستون، واسه بوی غذای مامان، واسه خوراکی خریدنهای بابا، واسه لذت خاروندن جای کشید جوراب، واسه حس خوب کندن چسب خوش شده روی دست، واسه خوردن تهدیگ سیب زمینی، واسه مزه نارنجی، واسه بوی خیار، واسه طلوع خورشید، واسه آرامش شب، واسه بوی لاک، بوی چوب سوخته، بوی بنزین، بوی نم بارون روی خاک، بوی کتاب نو، بوی قهوه توی خیابون. خدای شکرت واسه صدای دریا، صدای آتش توی جنگل، صدای بارون روی شیروانی، واسه صدای راه رفتن روی برگ‌های خشک شده توی پاییز، واسه صدای راه رفتن روی برف تو زمستون، واسه وقتی که با اولین نگاه سر نوار چسب رو پیدا می‌کنی، واسه بوی تن نوزاد، واسه چای توی هوای سرد، واسه لیسیدن انگشتا بعد از خوردن پفک نمکی، واسه همه چیزایی که بهمون دادی ولی نمی‌بینیم. خدای بابت تمام این حسای قشنگ شکرت.